اگر بعضی وقتا با تابلو کنه آدم شب و روز پاش اشک بریزه و حواسش جمع کنه. یود المجرم، فردای قیامت مجرم حاضره، لو یفتدی من عذاب یومئذ، از عذاب قیامت خودشو نجات بده، فدیه بده. چی فدیه بده؟ این حاضره به بنیه و صاحبته و اخیه و فصیله التي تؤوی و من فی الارض جمیعا ثم ینجی. پناه بر خدا. یعنی حاضره فرزندانش، همین مادر، همین فرزندی که 2 دقیقه از مقابل چش دور میشه طاقت نداری، وقتی آدم عذاب جهنم رو میبینه حاضر فرزندش رو فدا کنه خودش نجات پیدا کنه، پدرش رو، برادرش، شریک زندگیشو، فصیله همسر، برادر، و من فی الارض جمیعا. دیگه معنا که نمیخواد که بله. و من فی الارض جمیعا ثم ینجی، همه روی زمین و حاضر قربانی خودش نجات پیدا کنه.